برای خدا سلام به شما مخاطبان همیشگی و همراهان خوب و درجه یک پارسینه. امروز هم یک مهمان ویژه داریم، کسی که این روزها فقط زبان انتقادش و زبان عدالت خواهیش شده جزئی از بارزهای میشه گفت شخصیتیش و همه دوستش دارن به خاطر اینکه مطالبه‌گر اجتماعی است و جناب آقای دکتر سید مجید حسینی اینجا در استودیوی پارسینه حضور دارن. دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. سلام عرض کنم. خسته نباشید. البته فکر نمی‌کنم همه دوستم داشته باشن. ایده زیادی هم خیلی از من بدشون میاد. به همون شدت و حدت که شما دوست دارن. آره، خیلی هم بدشون میاد. خب چرا دکتر؟ همین اول بریم بسم الله. ببین یه عده‌ای با سیاستایی که اجرا کردن یه لایه نازک درست کردن. با کاری که یه لایه نازک از بهره مندی درست کردن. خب یه عده زیادی نابهره‌مند، یه لایه نازکی بهره مند. با فامیلی من داری شما مثال میزنی. آره. ببین آقای بهره‌مند، این پزشک متخصص 300 میلیون تومان پر کیس میگیره بهره‌منده، بعد ما بهش میگیم آقا یه سقفی برای پر کیست بذار، یه مالیاتی بابت این بده، یک توجهی، بالاخره تو بیا با این پایینیای ذره هم سرنوشت باش. سرنوشت تو نزدیک کن دیگه. نمیشه که تو اینجا در بیاری کانادا خرج کنی از این مردم. ها نمیشه که ما در تربت جاممون تو کل تربت جام 100,000 نفری یک پزشک زنان داشته باشیم. نمیشه. خب بعد اون میگه نه ببین من درس خوندم، من باهوشم، این حسینی هم پاپولیست. خیلی هم میگن اینو. ها خب اینو نگن چی بگه؟ اذیت میشین؟ نه من که مسئله‌م این نیست که من اصلا میگم آقا این نگه چی بگه. من میگم آقا جان تو داری مالیات نمیدی، تو با 7000 میلیارد 6000 میلیارد مالیات بدی، آقای پزشک متخصص داری 100 میلیارد میدی، یعنی پول نون بچهای سیستان و بلوچستان رو تو داری میخوری. خب این به من نگه پوپولیست. پوپولیست یعنی چی؟ یعنی آقا میخوای تو میخوای نظر مردم رو جلب کنی، عوامگرا باشی. آقا عوامگرا چیه؟ مسئله این است که تو مالیات نمیدی. در همه جای دنیا کسی که مالیات نمیده زندان میره، تحویلش نمیگیرن. خب به من چی بگه؟ چه جواب بده؟ مجبوره بگه. چی بگه؟ تکخور شما ملس شده نه اصلا بس این میدونی ببین بس تو خودت بودی زندگی تو بکنی. آقا شما رفتی تو دل آقا حاشیه چیه؟ به من میگن که تو جنجالی هستی. خب من میگم ببین این اشکال قانون اساسی متاسفانه. این خیلی قانون اساسی جنجالی، چون من هر چی گفتم بر اساس قانون اساسی. تو قانون اساسی نوشته آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان. ببخش قانون اساسی جنجالیه. تقصیر منه؟ کنکور معروف. ها؟ نه تقصیر منه که قانون اساسی جنجالیه. نه عزیز من، شما انقدر ضد قانون اساسی آموزش رو اداره کردید که چی؟ که حالا وقتی یه نفر میگه آقا تو قانون اساسی نوشته بودن آموزش رایگان، ها؟ بعد میگه این جنجالیه. آقا جنجالی چیه؟ جنجالی چیه؟ من اتفاقا دارم خیلی حرف قانونی میزنم. قانون این مملکت، شما مهمترین میثاق ملی این مملکت که به خاطرش انقلاب شده رو گذاشتید کنار. ها تو قانون برنامه برداشتن نوشتن که آقا 16% 15% مدارس باید خصوصی بشود. خب خلاف قانون اساسیه. هیچ کس هم نیست بهشون بگه. حالا یه نفر میاد میگه بابا این خلاف قانون است، میگن این پاپولیسته. پس قانون اساسیتون پاپولیسته. دکتر چی بگم؟ یه چیزی پرانتز باز، ببخشید حرفتون رو قطع کردم. تو این راهی که شما دارید پیش میرید و خیلی هم گوی سبقت رو بودید از خودتون نسبت به گذشته، مثلا فکر میکنم نسبت به یک سال گذشته تا به امروز تهدید هم شدین، چون این راهی که شما دارید میرین واقعا اصلا فراوان. ولی ببین من از این آدمایی نیستم که من میگم آی مردم ببین من دارم تهدید میشم فلان، از این حرفا این شعار رو اجرا کنم. منم یک لحظه حتما میترسم. منم یک لحظه است که حتما میترسم. اون لحظه که میترسم حتما حرف نمیزنم. کی ترمز شما رو میکشه؟ خانواده یا خودت؟ نه هر لحظه ای هر کسی یک سلسله چیز داره دیگه، یک سلسله خط قرمزهایی داره که میخواد خودشو نگه داره دیگه، یعنی خودشو حفظ کنه. خب بعضی وقتا آدم نمیتونه خودشو حفظ کنه و آسیب میخوره. مثلا من جاهای کار میکردم اخراجم کردم. مدیر بودم چه بودم، این خط قرمزم نیست، میگم باشه یه حرفا زدم حق دارید من اخراج کنید. ولی ممکنه اگه بخوان برخورد بدتری بکنن، مثلا الان پزشکا تهدیدم میکنن بیا بیمارستان میدونیم چیکارت کنی. یعنی الان شما برید واسه یه آمپول زدن، حتی واسه سرماخوردگی 100 بار تهدیدم کردن. دکتره فکر کنم ببین 100 بار تهدیدم کردن. چی بود تهدیدشون؟ که آقا پاد به بیمارستان برسه ما میدونیم با تو چیکار کنیم. خب بارها
یک یه نمونه نه چیزشو میتونید بگید من هنوز پا به بیمارستان نرسیده دیگه. خدا رو شکر ان شاءالله که تمام سالم. حالا فکر میکنم که برم از این دکتر سنتی‌ها پیدا کنم شاید اینا. واسه حجامت بری چی واسه هیچ چی دیگه تیغ تیغی میکنن. نه حالا سنتی‌ها که با من موافقن، ولی اتفاقا من دارم انحصار رو میشکنم دیگه. هر کسی که انحصار شکستن به نفعشه با منه. ببین اصلا بازی منافعه. پزشکی با من مخالفه چون دارم منافعش کم میکنم. شما الان اعتقاد داری پزشکی داره مثلا این واژه زیرمیزی که خیلی هم دیگه زیرمیزی رومیزی اینه که هست و هست، منم میگم هست، همکاران ما این حالا به صورت زیرپوستی تحقیقاتشون انجام دادن با گزارشایی که داشتن. میخواد بگید نحوه و شیوهش به طرق دیگه‌ای داره، خیلی شیک و خیلی رو داره در فضای پزشکی کشورمون داره علنی انجام میشه و شما دارید اون مالیاتی که باید بدن نمیدن و راه فرار از قانون برای خودشون یه جورایی باز کردن. ولی میدونی همینایی که مالیات نمیدن، خب اینو کلی میگم نه فقط پزشکا، ساخت و سازچیام نمیدن، میدونی اونا بدتر از پزشکا میرسیم به مسکن میرسیم. اونا از پزشکا بدترن. خب از پزشکای سرمایه‌دار، خب این ریال استیت سازا، این ساخت و سازچیا از اونا بدترن. داریم گرم میشیم ما، تازه داریم گرم میشیم و اونا هم مالیات نمیدن. ولی یک چیزی رو نمیدونن، خب در جامعه‌ای که تو بدبخت ساختی، اون بدبخته اجازه نمیده تو خوشبخت شی. ببین همزمان با افزایش تورم دزدی زیاد میشه. هر چی تورم میره بالا دزدی میشه. یعنی چی؟ یعنی تو مالیات این آدمو نمیدی، میاد تو یخچالت برمی‌داره. خب همین راحتی. بله خب گشنه است، تو مالیات ندادی، اون گشنه مونده. درست؟ وقتی اون گشنه مونده خب میاد تو یخچالت برمی‌داره دیگه. این تو خونه هم باشی ممکنه بزنه بکشت، چون گشنه است، چون بچه‌اش گشنه. یکی ممکنه تنفروشی کنه، یکی ممکنه دزدی کنه چون گشنه است. ببخشید دزدی کردن او غیر اخلاقی تره یا مالیات ندادن تو؟ اونو میگیرن زندان میکنن، تو که مالیات نمیدی کاریت ندارن. خب تو که از اون دزدتری، که تو که مالیات نمیدی از اون دزدتری. او داره از تو یخچال تو پلو میدزده، تو داری تمام زندگی او رو میدزدی، سهم او رو نمیدی. تو که دزدتری، تو که مالیات نمیدی. ها تو داری مدرسه او رو از بین میبری، تو درمانگاه او رو داری از بین میبری، تو داری بیمه بیکاری او رو از بین میبری، تو داری همه چیز او رو از دست میدی. تو که دزدتری. خب این کسانی که مالیات نمیدن کار ندارم چه قشریا، هر کی نمیده، خب نمیدونن که در جامعه بدبختی که میسازن خودشون خوشبخت نمیشن. ما یه عده آدم خوشبخت، یک جمعیت بزرگ بدبخت نداریم، همه با هم بدبختیم. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه تایتانیک داره غرق میشه، خب یه کسی این بالای کشتی واسطه برقصه. دیدین تو این فیلمش هم اگه خدای نکرده دیده باشین هست که این بالایی‌ها هنوز دارن میرقصن، اون پایین کشتی داره غرق میشه. اینا نمیدونن که یه لحظه اون بالای کشتی هم غرق میشه. فرق نمیکنه، ما هم سرنوشتیم. سرنوشت همین آدمایی که اینجا توی انقلابن و بولوار کشاورز، اون پایین چی میگن دروازه غار و شوش، با اون کسایی که تو زعفرانیان بابا پیوند خورده. تو مالیات نمیدی، اون میاد دزدی میکنه. تمام شد. این یک فرمول ساده و خیلی دم دستی. آقا ما به هم پیوند خوردیم. اونا میدونی چی رو نابود میکنن؟ ما اصلا مناظرمون با لیبرالا چیه؟ اونا میگن ما جامعه نداریم، مثل آدم تکیم، هر کسی منافعش رو پیگیری کنه. چیزی به نام جامعه وجود نداره اصلا. ما تک تک آدما هستیم که با هم زندگی میکنیم. جزیره‌ای. آره با هم زندگی میکنیم دیگه. منافعمون به هم میخوره، با هم زندگی میکنیم. ما میگیم نه بابا، یه چیزی به نام جامعه هست، بیشتر از فرد. خب که اگه این جامعه بدبخت باشه، این فرد نمیتونه خوشبخت باشه. اگه این جامعه فاسد باشه، این فرد نمیتونه سالم بمونه. تو اگه تو آپاراتوس دولت رفتی، ها، تو تکنوکراسی دولت، این تکنوکراسی فاسد بود، ها، تو نمیتونی یک مدیر سالم باشی. نداریم. اگه این سیاست تراکم سیاست غلطیه، مدیر سالم هم نمیذاره. من چی میگم؟ ما مفهوم جامعه رو داریم. حالا تو برو مالیات نده، فکر کنی که الان به لحاظ شخصی من بردم. نه عزیز من، تو اون وقت تعداد معتاد جامعه رو زیاد کردی، بهت آسیب میخوره. کودکان کار رو زیاد کردی، بهت آسیب میخوره. مدرسه از بین بردی، بهت آسیب میخوره. تو دزدی رو زیاد کردی، بهت آسیب. تو اصلا در یک جامعه وقت ناامن زندگی کردی، تو سودی نمیبری. برای همین میدونی چرا میرن کانادا، 6 ماه ایران 6 ماه کانادا؟ چون یه جامعه ناامن اینجا درست میکنن. بعد میگم خب بریم یک مدتی هم تو یک جامعه امن زندگی کنیم.
ها خودشون اینجا پول در میارن، بچه‌شون رو کانادا به دنیا میارن، میگه بذار بچه من امن باشه. دیدی ها رامبد جوان میاد تو تلویزیون میگه مردم ایران ما چقدر خوشحالیم، ما چقدر همو دوست داریم، ما چقدر ایران رو دوست داریم، فقط بچه من اینجا زندگی نکنه. بله. این تناقض نیست؟ اگه من میگم که آقا جون ایران کشور منه، وطن منه، بعد اون وقت آقای زیبا کلام برمیگرده میگه وطن چیه؟ وطن اون جایی که راحت تری. نه عزیز من، وطن اون جایی که همسرنوشتی، وطن اون جایی که آینده‌تون به هم پیوند خورده. من و کانادایی آینده‌مون به هم پیوند نخورده. میدونی؟ منی که توی ایران نشستم اگه اینجا تورم ایجاد بشه با همون دروازه قاری باید با هم ضرر کنیم و اگه قرار وضع ایران بهتر بشه با بچهای کوت عبدالله و پاوه و مریوان و تربتجان باید با هم سود کنیم. هر کی قد تلاشش باید سود کنه. نمیشه که من تو سعادت آباد بشینم، تو زعفرانیه بشینم، دلار گرون بشه من سود کنم. کی باید بخشه؟ دروازه‌قان و شوش و یافت‌آباد. البته یه چیزی میگم دکتر، جمع نه یه سری هم هستن با زحمت و دیگه با پیشینه که داشتن، الان محله رو که دارین اسم میبرید، زعفرانی، حالا فرمانیه، بالشهر تهران منطقه 1 هستن کسی که زحمت کشیدن خالصانه مخلصانه، حالا یک سابقه داشتن، یه سری حالا شمرون نشین بودن از بنیاد خانوادهشون و همچنان هستن، ولی خب به قول شما یه سریا الان می‌بینیم که خونه‌ها داره پرداش عوض میشه، رنگ و لعابشون عوض میشه. اون کسی که شمرون نشین بوده، یه جا رفته به بذار اتفاقا اینو در موردش حرف بزنیم. اون کسی که شمرون نشین بوده، اونجا باباش خونه داشته، اون باباه هم از محل کشاورزی اونجا خونه خریده بوده، فرض کن نرفته تراکم بگیره 20 طبقه بسازه حالا میلیاردر بشه. خب این تراکمه که پول خونه اون یافت‌آبادیاست. ها اگه یه خونه داشته از 40 سال پیش تو شمرون، ها هنوزم همونه، نوکرشم، اون راست میگه. ها ولی کی این کارو کرده؟ کو بوده؟ 40 طبقه رفته بالا، 10 طبقه رفته بالا. تراکم چیه؟ فروش اموال عمومی شهره. حق او بچه اون پایینیه، این خریده و 400% سود کرده. خب قانونی نبوده؟ چرا قانونی بوده؟ کارش غیر قانونی نبوده. خب ولی این رانته، همین قانونه رانته، همین قانونه اونو بدبخت کرده، همون پایین شهریه رو بدبخت کرده، همین کمیسیون ماده 100 این کار کرده. خب تو الان بهش میگی ببین من صادقانه رفتم زمین داشتم، رفتم اونجا شهرداری مجوز گرفتم، حالا فرض کن رشوه هم نداده که داده، ها چون اگه رشوه نده که 2 طبقه اضافه اشکوب بهش نمیدن یهو 800% سود کنه. خب حالا فرض کنیم اونم نداده، عادی سود کرده، 200% سود کرده. ها خب این از چه وضعیتی پولدار شده؟ از قانون نابرابر. ها درسته. خب من بهش چی میگم آقا جون تو اگه آدم خوبی هستی چرا به این قانون نابرابر اعتراضی نداشتی، رفتی ازش استفاده کردی؟ اصلا اپیدمی شده. خب چرا اپیدمی شده؟ شاید منم استفاده کنم، چون راه دیگه نذاشتیم. یعنی تو ببین تو همین الان بخوای تو این شهر زندگی کنی فقط باید مسکن داشته باشی، زمین داشته باشی، وگرنه از تهران اخراجی. خب راهی نذاشتن. خب چند سال پیش من یادمه شهردار تهران آقای ملک مدنی آمد گفت ببین انقدر باید تهران گرون شه که ما بتونیم این شهر رو اداره کنیم و برن از تهران. خب این حرفو کسی نفهمید که چی بود، ولی از نظر من توطئه بزرگ بود. که چی؟ که تویی که صاحب خانه نیستی در این شهر، نه فقط در این شهر، در اصفهان، در تبریز، در مشهد، در همین شهرهای بزرگ، خب تو که صاحب خانه نیستی شهروند این شهر دیگه نباشی. یعنی زمین و خونه داشته باشی در تهران بهت میگن شهروند. آره یعنی تو این شهر، تو این شهر ببین این سیاستی بود که ملک مدنی اعلام کرد به عنوان یک سیاست بزرگ نولیبرال که آقا جون رفاه مال طبقه بالاست. تو این شهر میخوای زندگی کنی که مدرن، پل داره، اتوبان داره، فلان داره، تو باید زمین داشته باشی که با ما مشارکت کنی، که تراکم از ما بخری. او کسی که زمین نداره، خونه نداره، اخراج از این شهر نیست. الان شما ببین این شهر کی گفته 9 میلیون جمعیت داره؟ این تهران. این شهر 17 میلیون جمعیت داره. اون 8 میلیون دیگه اخراجن به اطراف. از رباط کریم
چی؟ تا بهشت زهرا، تا کرج اخراجی های تهرانن، آدمایی که باید در تهران کار کنن، شبا بیرون تهران بخوابن، چون ما راشون نمیدیم به عنوان شهروند این شهر. ها، ما انقدر شهر رو گران میکنیم، انقدر مسکن رو تو این شهر گران میکنیم، بعد دولت میگه به من چه؟ به من چه ربطی داره؟ خب برین کمپین صاحب خانه خوب را بندازید، خودتون از صاحب خانه ها درخواست کنید که لطفاً ما رو رحم کن. این مهمترین سیاست دولت نولیبراله. میدونی کمپین بعدش چی میشه؟ آقای پزشک رحم کن از من زیرمیزی نگیر، مدرسه غیر انتفاعی لطف کن از من زیرمیزی نگیر، از من پول زیاد نگیر. کمپیناش این میشه دیگه. ها، انگار که اینجا دولتی وجود نداره که مسئول این بود که این آدمای پایینی رو نگه داره. خب ببین، توطئه بزرگ این بود، انقدر این شهر گران بشه که تو پاشی بری کجا؟ پاشی بری کرج زندگی کنی. ها؟ اونقدر این شهر گران بشه که از کرج بری شهریار. انقدر این شهر گران بشه که دوباره از شهریار برداری بری عقب‌تر. هی بری عقب‌تر، هی بری عقب‌تر. خب چه اتفاقی تو شهر داره میفته؟ با سیاست تراکم این شهر داره گران میشه که بشه مخصوص کی؟ کسی که زمین داره، خونه داره، مسکن داره، هر روز پولدارتر شه. و تو که نداری، هر روز باید اخراج شی، عقب‌تر بری. این وسط نداره. نه، این شهر دو چیز داره. ببین 2 تا ساعت داره این شهر 2 تا ساعت داره. خب یکی ساعت 5 صبح، اونایی که اخراجی شهرن 5 صبح بعد از خونه هاشون خارج شهر تهران راه بیفتن، ها، که بیان شهر رو برای اونایی که سوسولایی که ساعت 8 بیدار میشن گرم کنن، برن شهر رو تمیز کنن، برن شهر رو کافه هاشو بذارن، چایی دم کنن، صبحونه درست کنن، شهر رو تمیز کنن. این اون ساعت 5 این شهر 2 تا ساعت داره. یکی ساعت 5 که از کرج و شهریار و اسلامشهر و باقرشهر و قدس و بهارستان میان تهران، اونا قرار شهر رو برای کی گرم کنن؟ برای سوسولای ساعت 8 که اونا حالا مرتب و تمیز بیان، همه چی آماده است. سلام احمد دشمن شما میشه. آره ببین آخه اونا نمیدونن، اونایی که ساعت 8 پا میشن نمیدونن این 8 پا شدنشون به قیمت 5 پا شدن اونه. بعد این ترچ هم 2 تا ساعت داریم. اون ساعت 4 بعد از ظهریا که با کلاس میرن خونه و اون ساعت 8 شبیه 9 شبیه که دوباره باید تمیز کنن شهر رو، برن ربات کریم، برن پرند، برن اسلام شهر، برن پردیس. باز این شب هم 2 تا ساعت داریم. شهر 2 تا ساعت داره. ساعت کسایی که اخراج شدن، ها، ساعت کسایی که اجازه دارن تو شهر زندگی، تو تهران زندگی کنن. کیا اجازه دارن تو؟ ملک مدنی گفت کسی که میتونه تو این شهر زندگی کنه زمین داره، میتونه به من پول بده تراکم بخره. حالا برسیم به چیز، حوزه شهری، شهرداری و مسکن. گرفتی ماجرا رو. حالا اینجا یک لایه نازک شکل گرفته، ها، که این صاحب اون زمینه است. تهران مال اونه، مشهد مال اونه، تبریز مال اونه، اصفهان مال اونه. بقیه باید اخراج شن، بقیه باید برن تو شهرهای کوچیک، باید برن تو حاشیه، برن تو حاشیه زندگی کنن، ساعت 7 صبح پاشن بیان اینجا به ما خدمت کنن، بیان شهر رو برای ما گرم کنن، شهر رو برای ما راه بندازن. ها، کل این آدمایی که تو این شهر زباله جمع میکنن تهران زندگی میکنن؟ قطعا نه. هیچ کدوم. کل کارگرایی که تو این کارخونه‌های کارگاه‌های این شهر کار میکنن تهران زندگی میکنن؟ هیچ کدوم. ما هرچی تهران، هرچی اینجا رو بیشتر برای این طبقه متوسط آماده کردیم، اون بیشتر اخراج شد، اون دورتر رفت. خب اگر تو الان خود صاحب خونه یا نه؟ من نیست. ببین تو بدون که تا 2 سال دیگه تهران زندگی نخواهی کرد، باید بری بیرون‌تر. انقدر این اجاره کم کم داریم میریم، باید بری عقب‌تر. میدونی چرا؟ چون حقوقت، چون درآمدت همزمان با با گرانی که مافیای مسکن ایجاد میکنه بالا نمیره، اون بیشتر از حقوق تو گران میکنه. مثلا وام مسکنی که هست الان عرفه، حالا بانک مسکن میده دیگه. مثلا شما ببینید خنده داره. و این سیاست فکر نکنید سیاستی که لیبرال ها در ایران اجرا کردن. ببین اینو عیناً تو بنگلادش اجرا کردن، اینو عیناً در افریقا اجرا کردن. سیاست هایی که چی؟ شده که برزیل تو فکر می‌کنی شهر ریو مگه غیر اینه؟ مگه ریو دو ژانیرو همین نیست؟ همینه، بزرگترین زاغه‌نشین جهان همینه. میدونی؟ بزرگترین زاغه‌نشین جهان همین سیاست رو اجرا کرده. فکر می‌کنی ریو تو مرکز شیک و پولدار نیست؟ خیلی هم شیکه، ولی 10 میلیون حاشیه‌نشین داره، 10 میلیون زاغه‌نشین داره. همین سیاست. شما آمریکا رفته بودی، چه مدت اونجا بودی؟ خیلی کوتاه، مثلا یه ماه.
1 ماه. بعد یه کتابی نوشتین، سفرنامه خودتون بود. تو کتاب یه جورای آمریکا رو یه جور تداعی کردید به مکه‌ای که برای همه ما مقدسه و استعارتون و مثالتون با مکه بود. چرا؟ میخوام ببینم از چی به چی رسیدید که به این نه اون تعبیر اون تعبیر تعبیر جلال بود. من گفتم جلال یه بار توی یکی از این چیزاش، توی یکی از این سفر چون میدید جلال هم خیلی اهل سفرنامه نویسی بودم، نوشته بود که من 4 قبله عالم رو رفتم: قبله مسلمونا، قبله یهودیا، قبله سرمایه‌دارا، قبله کمونیستا. من بر اساس اون ایده داشتم میگفتم این یکی از همون قبله‌هاییه که این آمریکا یکی از همون قبله‌هایی که جلال گفت. ما که همه اون قبله‌ها رو ندیدیم، ما هم 2 تاشو دیدیم. خب البته من 3 تاشو دیدم خب تو اون قبله‌ها، ولی داشتم ارجاع میدادم به اینکه اینم یکی از اون قبله‌هاست. بعد این قبله رو توضیح دادم که این فهم گرفتی از صحبت‌های جلال. اصلا گفتم مال جلاله این حرف مال جلاله. خیلی تعبیر کردن که مثلا چرا مثلا آقای دکتر مجید حسینی مثلا آمریکا رو با مکه مثلا نه گفتم این قبله سرمایه‌داراست، اون قبله مسلماناست، یا یه مذهب دیگه. این سرمایه‌داری خودش یه مذهبه. خب ببینیم قبله شونه، ببینیم این قبله چجوره. و اتفاقا اسم اون کتابو گذاشتم هاروارد مکدونالد. خواستم بگم این قبله سرمایه‌داری 2 طرف داره. خب 2 طرف داره. یه طرفش مکدونالد و هالیوود و کیم کارداشیان و اینجور چیزاست که ما آره ایناست. خب که ما جهان سومی‌ها هی چشمامون برای اینا درشت میشه. این زوم اینستاگرام اینجوری دیدین؟ آره ببین این چیز این قبله سرمایه‌داری کلش بدنه. ها این چی؟ یعنی کیم کارداشیان جز بدن چیه؟ ها که چند میلیون آدم اینجوری نگاش میکنن. ها فقط یه بدنه دیگه، نه شعور داره، نه تحلیل داره، نه فکر داره، نه سیاسیه، هیچ چی نیست، فقط بدنه. ها گفتم این یه طرف امریکاست. این مکدونالد، این هالیوود، این کیم کارداشیان یک سوی امریکاست. اما یه سوی دیگه داره این امریکا به نام هاروارد. اون مال ما نیست، اون فقط بچه‌هامونه میبره. اون چیزی که امریکا باهاش کار میکنه مکدونالد و کیم کارداشیان نیست، اون هاروارده. اونو به ما نمیده، هی اینو به ما میده. خب ما به اون چی میدیم؟ هی این بچه خوبامو نمیفرستیم هاروارد که بر نمیگرده. گفتم این قبله اینجوری کار میکنه، این 2 طرفه کار میکنه. اون طرفی که سهم ماه چیه؟ این بدنه، این مکدونالد مزخرفه که اگه یه ماه پشت سر هم مکدونالد بخوری میمیری، از بس مزخرفه. خب این سهم ماه از امریکا، از این نماد. ما چی میدیم؟ ما بهترین بچه‌ها. ما چی میگیریم؟ ما به ازا هیچی، تصویر بدن. ها صدف بیوتی که بریم لوازم آرایش از اون بخریم، اینو میگیریم. او برای ما حتی استاندارد بدن میسازه، میگه این بدن خوشگله، ببین اونای دیگه خوشگل نیست. برای ما استاندارد بدن میسازه. این صدف بیوتی هم شما میبینید پس. ببین اینا چیزهاییست که همه این آدم‌هایی که بین 30 سال تا 18 سال تا 35 سال توی ایران هستن دائما داره توی مخشون فرو میره. ها شما توی اینترنت ببین که یک آدمی مثل صدف بیوتی داره میلیون‌ها زن ایرانی رو براشون استاندارد میسازه که برو دماغت عمل کن، این دماغت خیلی زشته. بابا این دختر هنوز 14 سالش نشد، این دماغ هنوز رشد نکرده، بذار ببینیم چه شکلی میشه دماغش، بعد بره عمل کنه. بذار در بیاد. چه بورسی هم هست یعنی این دماغ عمل کردن. چرا؟ چون اون داره کار میکنه. اون طرف امریکا، اون طرفی که بدن رو برای ما استاندارد میکنه، آمریکا داره کار میکنه. اون داره کار میکنه. خب یعنی میگن آمریکا رو این چیزا ریزه. اون سرمایه‌داری داره نفع میبره از این وضعیت، از این که من در مورد بدن چجوری فکر کنم، دماغ من چه شکلی باشه، او داره نفعشو میبره. تا اینکه ناواش اینجا توی خلیج فارسه، ها نفت رو کنترل میکنه. چه فرقی میکنه؟ یه چیزه. خب یه سازمان بزرگ اقتصاد سیاسی در جهانه. خب که ما سوژه‌های راه میشیم دیگه. اون میگه ببین امریکا یعنی هالیوود. صبح تا شب ببین این سلبریتی‌ها رو ببین، نمونه‌های داخلیشو بساز. ها داریم دقیقاً درست میگید. موافقم. کپی میکنیم. ببین مثلا فرض کن اون کیم کارداشیان میسازه، ما صدف بیوتی میسازیم، چه فرقی میکنه؟
اصلا این واژه اینم همش سلبریتی، بدنه، این همش آره بدنه، هیچ چی جز بدن نیست. این واژه و کلمه سلبریتی هنوز 3-4 سال واردات شده به یعنی وارداتیه دیگه. ما قبلا گفتیم سلبریتی، خب یه سلبریتی، سری هم میگن سلبریتی. خب آره خب سلبریتی با اون کسی که تو بقالی داره جنس به تو میفروشه یک هویت داره. این فروشنده است، این فروشنده است. منتها اون یک جور به تو، اون خیلی رسمی به تو چیزی میفروشه، این نه، این استانداردهای زندگی به تو میفروشه. میگه ببین تیپ زن اینه، ببین این دماغ اینه، دماغ فقط کی؟ صدف بیوتی، دماغ فقط معناز افشار، ببین این دماغ. خب بعد تو باید بری دماغ اندازه اون کنی، کلی به این پزشکای زیبایی پول بدی. ها چه درآمد بزرگی دارن این پزشکای زیبایی از محل این استاندارد سازی؟ اصلا الان خب پس پوله. ببین پس این که این سلبریتیزم، این عملیات فرهنگی نیست که، این کجاش فرهنگی؟ همش پوله، همش پوله. بکش یک اقتصاد سیاسی پول هست. ها که تو استاندارد دماغت بشه این صنعت دماغ بچرخه. صنعت دماغ، صنعت دماغ دیگه واقعا هم هست. ها الان صنعت دماغ چیه؟ کاری کرده که خانواده‌ها از 13 سالگی دماغ دخترها رو چک کنن که این چجوری داره رشد میکنه. آیا میره تو استاندارد صدف بیوتی یا باید بریم عملش کنیم؟ خب نمیره تو اون استاندارد، معلومه اون اصلا طبیعی نیست، مثلا رئال نیست، نچرال نیست. ها پس تو باید بری تو عمل، بعد از اون جنس بخری، باید انواع کرم و لوازم آرایش بخری، بزرگترین مصرف کننده لوازم آرایش خاورمیانه بشی بعد عربستان. دیروز یه آماری دیدم عجیب غریب، روزنامه فرهیختگان، 70,000 میلیارد تومان هزینه آرایش ایران. 70,000 میلیارد روزنامه فرهیختگان. این از کجا میاد؟ همش از چین. این پول جیب من و توه، پول مسکنته که 70,000 میلیارد تومان میره چی؟ تو جیب صنعت لوازم آرایش، تو جیب او کسی که میگه دماغت اینجوری خوشگله. و اینو چنان نرم میکنه که اگه دماغت مثل من باشه رود نمیشه تو جامعه زندگی کنی. یه کاری میکنه که تو مجبور شی عمل کنی، مجبور شی. خب یعنی اگه فرض کن یه دختری دماغش شکل من باشه، میگم ببین این اصلا نمیتونه دیگه شوهر بگیره دیگه، تموم کارش. اینجوری جا افتاده که مجبورش کردن، مجبور بشن. اون میگه من چاره این دماغه رو عمل نکنم که اصلا آینده ندارم. مثلا برای یک دهه بعد که میخواد آیا ازدواج بکنه، اصلا آینده ندارم دیگه، اصلا با این دماغ بعد راه برم. بابا این استاندارد کی ساخت؟ خب مردای ایرانی که در زمان ناصرالدین شاه اصلا اینجوری فکر نمی‌کردن. دیدی سوگلی ناصرالدین شاه کامیون سیبیلو ها؟ خب اینو کی ساخت؟ کسانی ساختن که از این وضعیت نفع میبرن. این که بلا شک حتما همینطوره. صنعت دماغ با صنعت مسکن مگه فرقی میکنه؟ بعد مگه مالیات میدن؟ همین صنعت دماغ مگه مالیات میده؟ این سری اینا، ببخشید من میگم، اینا الان درد چیزی خودم رفتم یعنی میدانی تحقیق کردم. خیلی از این پزشکا میری مطبشون ویزیت میشی، من از خودم نرفتم این شایبه ایجاد نشه، من راضیم، خدا رو شکر. خیلی میرن و اینو به ما گفتن، چند نفر دوستایی که دور و بر من بودن، دکتر ویزیت کرده، روز عمل و جراحی مشخص رو رفتن، بعد از 2 ماه فهمیدن که خدای دکتر نرفته عملشون کنه، دستیارشون بوده، رزیدنت بوده و تازه فهمیدم چه گولی خوردن و رفتن برای شکایت و این چیزا که خیلی هم مثل این به جام نرسید. و خب این بازار به قول شما دماغ بسیار پر رونق و پولزاست. چجوری ساخته شده و این قدم فیک. حالا ببین وقتی در مورد بازار آموزش حرف میزنیم، فی الواقع یه چیزی هست توش، بالاخره آموزش. بازار دماغ اصلا کلا میتونه نباشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته بازار دماغ نباشه. ها چرا در اروپا نی؟ چرا خودشون این کار نمیکنن؟ چرا بازار دماغ ندارن؟ مثلا دماغای اروپایی خیلی شیکه؟ نه، این صنعت ساخته شده. مدیر قالیبافی میگن دیگه، پرانتز بسته. میگم این شوالیه عدالت به کجا میخواد برسه؟ آیا فقط در همین حد خودش رو راضی میدونه که من آره این رو میام بهش اعتراض میکنم، اون رو ازش انتقاد میکنم، همین تمام؟
به دنبال من جایگاه که- هستید یا خیر؟ من که اصلا اندازه این تعبیر نیستم، اصلا قبول ندارم، شوالیه عدالت و اینو قبول ندارم. من فرانسویه اصطلاحی دارن تحت عنوان فلانور. فلانور کیه؟ پرسه زن. پرسه میزنه، سوالای ساده میپرسه. یعنی سوال ساده. آقا جون چجور میشه فاصله بچه سیستان و بلوچستان با بچه زعفرانیه طی 6 سال 17 برابر زیاد میشه، از 40 برابر میرسه 56 برابر؟ سوال ساده. فلانور کسی که دائما از حقیقتی که پنهان میشه سوال میکنه. هم کارش سوال کردن. آقا چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ سوالاتی که بقیه انقدر طبیعی شده که نمیپرسن. که آقا چرا پزشک سقف پرکیس نداره؟ چرا یه قشری تو جامعه وجود داره که مالیات نمیده ولی سقف درآمد هم نداره؟ سوال ساده کسی هم نیست نظارت کنه. سوال ساده نی؟ سوال ساده ایه دیگه. این سوال ساده است ولی سوال اقتصاد سیاسیه. خب یه چیزی هم هست ببین خب شر رو ازش فاصله می‌گیره، شما شر رو به جون می‌خرید. این یه ذره فکر می‌کنم تأمل و تعقلش نسبت بالا عوام یا مخاطبان این جای سوال داره و بحث داره که چرا آقای حسینی تو این چیز ورود کرده که مثلا یه سری چیزایی که شاید شریانی هست و حساس هم هست، خیلی بالا طیف‌های مختلف روش زوم هستن، ایشون داره رون مثل سوزن همینجوری میزنه دیگه. این چراییه رو یه ذره لطفاً صادقانه بگین. من چیزی رو فهمیدم و اون اینه که فکر میکنم که موفقیت فردی و چسبیدن کلاه خودم منجر به حال خوب میشه برای خودم. آها. من فهمیدم که آقا جون اگر برای این جامعه تو کاری نکنی حال خودت هم خوب نمیشه. این روانشناسا هی به تو روانشناسای موفقیت هی به تو میگن ببین تو اعتماد به نفس، تو خود باوری داشته باش حالت خوب میشه. اینها حقوق بگیران این وضعیتن. میخوان کار کنن که تو نقد نکنی، همش به خودت بپردازی. آقای همین روانشناسا زندگی‌های عجیب غریب داغونی دارن. من اینم خودم دیدم. نه اصلا ببین روانشناسای موفقیت دائما به تو میگن قضاوت نکن به امر اجتماعی. دیدی میگن قضاوت نکن، یعنی آقا جون ببین این بالا هرچی رانتمانت خوردن اینا پزشکا این پاساخته هیچی نگو. قضاوت چرا میکنی؟ به تو چه؟ تو به زندگیت بچسب. زندگی شخصی. من فهمیدم زندگی شخصی وجود نداره. ما یک لحظه‌ای داریم که توی یک جمع زندگی میکنیم. اگه این جمع حالش بد باشه ما تکی نمیتونیم حالمون خوب باشه. ببین من پسرمو دارم تو روستاها داره زندگی میکنه. پسرموی خودم مدرسه نداره. چجوری من میتونم خوب زندگی کنم در حالی که پسرموی نزدیکی خودم مدرسه ندارن؟ من میگم ما حال خوبمون به هم پیوند خورده. من نمیتونم یک حال خوب شخصی داشته باشم در حالی که تمام اطرافم کثافتکاری باشه. نمیشه. اگرم کسی این فکر رو میکنه داره سر خودش کلاه میذاره. اون کسی که فکر میکنه مالیات نمیده حال من خوبه اشتباه میکنه، حالش خوب نیست، باید بره روانشناس. خب این چیزی که روندی که شما دارید پیش میگیرید و پیش بردید از این خریدن شر نیست، میدونی؟ من خانواده به شما زیاد چیز نیست، معترض نیستم، یعنی نکن مثلا چرا؟ همسرتون مثلا از دور و اطراف آشنایان میگن آقا نگو این کارو دیگه نکن، آقا بذار به زندگیش برسه. خب این تصوری که خب آرامش زندگیتون هم شما خودتون دوچار تلاطم کردین دیگه ناخواسته. خیلی زیاد. آره. بچه‌تون تو مدرسه قطعا نمیدونم دارم چیز من پیش بینیمه. من تنش زیادی دارم ولی فکر میکنم که حالم اینطوری بهتر خواهد شد، چون ما اصلا زندگی خصوصی خوب نداریم بدون اینکه همه بدبخت باشن، همه حال تمام اطرافیانت درگیر مسئله باشن تو حالت خوب باشه. یعنی دکتر سید مجید حسینی وقتی حالش خوبه که حال دور اطرافیانش هم خوب باشه. درسته؟ ببین امید امر جمعیه. اگه همه اطرافیانت ناامیدن تو نمیتونی امید داشته باشی. اگه همه اطرافیانت حالشون بده، این جامعه حالش بده، تو نمیتونه حالت خوب باشه. تو برای حال خوب این جامعه بجنگ، حال خودت هم خوب بشه. دروغ میگن حال خوب فردی وجود داره. ببین اینا میخوان کتاب روانشناسی موفقیت به تو بفروشن، اینا میخوان سی دی و پکیج و فلان و اینا بهت بفروشن، اینا میخوان تست کنکور بهت بفروشن. میدونیم اینا میخوان این کارا رو باهات بکنن. بهت میگن ببین تو رقابت کن میبری. دروغ میگن نمیبری. بردن تکی نداریم. دروغه. اگه بود الان حالت خوب بود 640,000 نفر پشت کنکور پزشکی الاف نبودن.
برای اینکه اگه لاتاری شرکت کنن بهتر برنده میشن تا کنکور پزشکی. اینجور داره سرشون کلا میره برای اون موفقیت شخصی موهوم نیست. اگه تو دهه 60 از همکلاسی‌های من که مدرسه میرفتیم میپرسیدی که آقا دوست داری چیکار بشی، همه داشتن خلبان میشن. خلبان، مهندس و بجنگن دیگه. خلبان کی بود؟ کسی که قرار بود بره بجنگه، جون بده. اینا اینقدر تو امر جمعی درگیر بودن، اینقدر برای جامعه فکر. این بچهای دبستان الان چی؟ به این بچه میگیم باید دکتر شی، باید دکتر شی. یعنی چی؟ یعنی باید تو پولدار شی. این بچه رو با این رویای پولدار شدن تلمبار میکنیم پشت کنکور پزشکی، هرگز هم قبول نمیشه، هرگز هم پولدار نمیشه. جامعه رو هم فراموش کرده که میتونست کاری برای این جامعه بکنه که اون 600,000 نفر حالشون بهتر بشه و حال خودش هم بهتر بشه. همه رو فراموش کرد. چه خبر از کنکور تب و تابش داغه. چند روز پیشم یه گزارشی یه جای دیدم که یه سری از این مؤسسات مثل که به این رتبه‌های اول و دوم سوم تا دهم پیشنهاد میدن که بیا مؤسسه ما، بیا عکستو بزنیم. اینا که کلاشی‌های عادیشونه. چیه داستان؟ یه ذره میشه جراحی کنیم. ببین کنکور امسال خب نماد وضعیت آموزش ایران بود. نفر اول کنکور کی بود؟ آقای احمدی نژاد نامی. خب ایشون کدوم مدرسه درس خونده بود؟ در مدرسه‌ای که 2 تا رتبه زیر 3 داره. یک مدرسه 2 تا رتبه زیر 3 داره. اول و سوم، اول تجربی، سوم زبان. خب در مدرسه‌ای که میلیون‌ها تومان پول میگیره، با پدری که جراحه. این نماد وضعیت این بچه. یعنی ببین توی فیل 50 میلیون تومان پول بکنی نفر اول کنکور میشه. چه فرقی میکنه؟ بعد لیبرال ها میگن که اینا باهوشن. اینا کجاشون باهوشه؟ خب خرج هر کسی، اون بچه سیستان بلوچستانی 50 میلیون تومان خرجش بکنه نفر اول کنکور نمیشه، رتبه نمیاره. خب هر خنگی رو اینقدر خرجش کنی رتبه میاره. حالا ممکنه طرفم باهوش باشه ولی در چه پلتفرمی، در چه زمینه‌ای؟ در زمینه‌ای که بقیه همه محرومن این 50 میلیون تومان خرجشه. خب و شما بقیه رتبه این کنکور، اصلا این کنکور نماد وضعیت آموزش ماست. همه رتبه‌های برتر کنکور غیر انتفاعیه. یعنی 30 میلیون تومان پول داشتن یا خیلی زور بزنن. بله همه. اصلا ما در رتبه‌های برتر کنکور مدرسه دولتی پول نده نداریم. تمام. اینا چند درصد مردمن؟ 70%. 70% شرکت کنندگان ما کلا از رتبه‌های برتر محرومن. یا تو سمپادی یا غیر انتفاعی. اصلا مدرسه دولتی معمولی چی؟ نیست. کلا نیست. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه‌های خوب مال کسی است که چی؟ پول دارد. خب دانشگاه خوب بعداً کاراکتر اجتماعی سیاسی میسازه دیگه. ها؟ شریف و امیرکبیر و تهران و فلان و اینا هستن دیگه. ها؟ خب پس فرصت‌های آینده سیاسی کشور هم مال این پول داراست. نسل بعدم صاحبش اینا. یعنی دارن آینده ما رو میخرن با پول. ها؟ دارن با کنکور آینده ما رو میخرن. این وسط هم نیست که تعیین میکنه. نه. خب ببخشید کدوم بچه است که 50 میلیون تومان خرجش بشه نتونه رتبه برتر بیاره؟ دیگه باید آیکیوش جلبک باشه. چون هر بچه عادی 50 میلیون تومان خرجش بکن رتبه برتر میاره. عادی. خب مدرسه علامه طباطبایی بفرستش رتبه برتر میاره. چون مدرسه از آکسفورد بیشتر تلاش میکنه برای بچه‌ها. معلومه، افتخارم میکنه. ها؟ ان رئیس مدارس غیر انتفاعی کشور چی میگه؟ میگه ما افتخارمون نیست که همچین مدارس با کیفیتی داریم. با کیفیت چی عزیز من؟ تو داری 30 میلیون تومان از این بچه پول میگیری تو جیبت میذاری و نابرابری ایجاد میکنی. کاری میکنی که کل این بچه‌هایی که مدرسه دولتی دارن فکر میکنن رویای برنده شدن رو از ذهن خارج کنن. تو داری کاری میکنی آدم‌ها به 2 دسته تقسیم بشن، برنده ها بازنده ها. برنده کیه؟ کسی که پول داره. بازنده کسیه که پول نداره. آدم‌ها رو به 2 دسته تقسیم کردی، برنده بازنده. لیاقت چیه این وسط؟ وسط لیاقت دیگه معنا نداره. کو لیاقت؟ ها؟ مگه اون 70% بچه‌هایی که تو مدارس دولتی هستن بی لیاقتن؟ کی میگه؟ اتفاقا اونا با لیاقتن. من رفتم مدرسه حجاب زاهدان، 800 تا دختر بچه ریز و پیز ابتدایی. میگفت معلمشون میگفت دکتر
اینایی که شناسنامه ندارن باهوش‌ترن. عجب. به خدا گفتم چرا اون نمیدونم. اینایی که شناسنامه ندارن فرض کن یک جوری اینقدر محرومن که حتی شناسنامه ندارن و اینا اصلا باهوش‌ترن. حالا اونا باهوش‌ترن یا نفر اول کنکور؟ ها چی کار کردیم که همه رتبه‌های برتر مال پولداره و مال سمپاده است؟ پس الان دکتر با تایید صحبت شما میگه پول بده رتبه برتر کنکور شد. ببین به همین راحتی. نه، پول بده برنده باش آینده رو بخر. یعنی ببین پول بده برنده باش آینده رو بخر. ببین آینده خریدنی شده. ببین تو جامعه لیبرال، تو جامعه سرمایه‌داری همه چی میشه خرید. آینده رو میشه خرید. میشه پول داد آینده رو خرید. میشه پول داد خوشبختی خرید، عشق خرید، همه چی میشه خرید. خب تو کردی. لحظه‌ای که جلوی مافیای کنکور رو نگرفتی، لحظه‌ای که جلوی مافیای کنکور رو نگرفتی، اون لحظه‌ای بود که آینده رو فروختی. کاری کردی که چی؟ یارو تست بزنه و کلاس کنکور بره و مشاوره 800,000 تومانی بره و تست کنکور بخره و کنکور آزمایشی بده و معلم خصوصی بگیره آینده رو بخره. بره شریف، بره امریکا. تو این کار کردی. تو آینده رو فروختی. کنکور امروز فروش آینده به پولداراست. همه این 70% بچه معمولی آیندهشون رو دارن میفروشن به اونا. اون کسی که پول نداره آدم معمولیه. من میگم مردم سالاری چیه؟ دموکراسی چیه؟ دموکراسی یعنی زندگی آدم‌های معمولی. دموکراسی، مردم سالاری یعنی دیده شدن زندگی آدم‌های معمولی، نه برنده. تو با کنکور، تو با سرمایه‌داری آموزشی، تو با مافیای آموزشی آدم رو به دو دسته تقسیم کردی. برنده، بازنده، آینده دار، بی آینده. بی آینده باید بری دانشگاه آزاد 10 میلیون تومان بده، یه مدرک بخره، آیندهشو از بین ببره، بیکار بشه. راهش چیه؟ روشنه. لحظه‌ای که تو اجازه دادی مافیای کنکور شکل بگیره، لحظه‌ای که اجازه دادی مناسق انتفاعی شکل بگیره. مافیا چیکار دارن میکنن؟ ببین اصلا مافیا چیه؟ یه فرمولش اصلا چیکار دارن میکنن؟ ببین مافیا یعنی مجموعه‌ای که با ثروت مراکز قدرت رو تحت تاثیر قرار میده تا پولدارتر بشه. خب مثل مافیا پزشکی. مثل مافیا پزشکی چیکار میکنه؟ کنکور که الان هست که مثل قارچ هم دارن رشد میکنه. بگی مافیا تاثیرش رو اونا چیه؟ چیکار دارن میکنن با خودشون؟ مافیا تاثیر چیه؟ این مافیا همینان. یعنی من اسم میگم گاج هر کس از محل تست کنکور، مشاوره، کنکور آزمایشی داره پول در میاره، مافیا کنکوره. هر شما کس. همه رو با هم دیگه هیچ فرق نمیکنه. یعنی اون دانشجویی هم که داره 100 میلیون تومان از بچهای مردم پول میگیره معلم خصوصی، او هم مافیاست. چون داره رویا میفروشه. ببین داره دروغ میگه. وقتی قراره 1.5% تو پزشکی قبول شن، در امریکا میدونی 30% قبول میشن تو پزشکی از درخواست کنندگان. در ایران 1.5% قبول میشن. خب وقتی قراره 1.5% قبول بشه، تو داری رویا میفروشی به این بشر، ترس آینده میفروشی. تو ترسوندیش از آینده این بچه رو، ها، و داری رویای پزشک شدن بهش میفروشی. ها تو کلاهبرداری، چون این پزشک نمیشه، معلومه نمیشه، ضریب آماری نشون میده که نمیشه، این پزشک نمیشه. مگه میشه 640,000 نفر 1.5%؟ خب روشنه که تکلیف معلومه. خب شما الان سیستم نظام آموزشیتون با این قیف وارونه موافقید؟ چون حالا کشور دیگه هم حالا امریکا که شما اسپوردین به صورتی که ورود آزاد ولی خروجی از اون ته قیف است، ولی اینجا اول ته قیف از ورود یه جورایی غیر مجاز از اون. نه آقا، قیفه بنده. اگه تو نمیره عملا 1.5% که دیگه قیف نیست که، اصلا کسی تو نمیره، اجازه نمیدن. ببین اگه قرار بود اجازه بدن کسی پزشک بشه که پزشکی قبل پولدار نمیشد. اصلا دلیلی که این پزشک متخصص قبل پول داره، خب تعدادش کمه، چون تربت‌جا ما یه دونه داره، 70,000 زن باید برن پیش یه نفر، معلوم پول داره. خب اگه قرار بود که این قیف باشه، اون پولدار نمیموند، یه تعداد پزشک متخصص زن داشتیم بالاخره، اصلا نداریم. در بعضی از رشته‌ها کلا متخصص اصلا نداریم. خب الان شما ببین یارو برو توی فایل کاریابی پزشکان، توی
کانال کاریا پزشکان نوشته رادیولوژیست مثلا فرض کن پاکدشت با ماهی 30 میلیون تومان، کسی نمیره. 30 میلیون تومان. تازه میدونی رادیولوژیست روزی 3 ساعت کار میکنه، میره گزارش رادیولوژی مینویسه دیگه. ها نمیرن. چرا نمیرن با 30 میلیون تومان پاکدشت؟ چون پاکدشت فرض کن نیم ساعت چقدر راه تا پاکدشت؟ 45 دقیقه. این خب داره تو نارمک 5 میلیون در میاره، بچی بره پاکدشت 30 میلیون در بیاره؟ مریض مگه؟ خب بعد میگم ببین ما پزشک زیاد داریم، پزشکا بیکارن. ببین من بچه معلم بودم، پدرم معلم ابتدایی بود، دبیرستان و اینا هم دیپلم مشهد یا در تربت جام درس میداد، در مشهد ما زندگی میکردیم. من جز اون طبقه‌ای بودم که پول نداشت برای که ارتقا پیدا کنه. خانواده چند نفره؟ 4-5 نفر. پدرم هم معتقد بود به مدرسه نباید پول داد. اصلا از اعتقادش جهانش مدرسه که پول میده. ما به جای مدرسه پول ندادیم. دولتی بس. اصلا رسم نبود این چیزا اون موقع. واقعا نبود. مدعی حالا 60 مدرسه پولی خیلی کم بود. اصلا اون اولش نبود، بعد نبود کم کم نمونه مردمی شد. آره به بهانه‌هاشون اومد دیگه غیر انتفاعی. بعد چیز نه اون سال غیر انتفاعی بود ولی مثلا یه دونه بود، 2 دونه. یه دقیقاً. اصلا رسم نبود. بعد پدر منم معتقد بود به مدرسه نباید پول داد. خلاصه ما با همین پدری که معتقد بود به مدرسه نباید پول داد و معتقد بود که آقا جون هر چی دوست داری باشه، اصلا که گفته با درس بخونی، هر چی دوست داری باش بسر. با این پدر وقتی من گفتم میخوام برم علوم انسانی، نفر اول تجربی بودم، خب به پدرم گفتم میخوام برم علوم انسانی، گفت برو. حالا جیغ مادرم در اومد که بابا این بچه استعداد تجربی داره فلان. بابا میگم هر چی دوست داری باش. معلم بود. خب میفهمید که این بچه رو نباید بذاره که رویاهاش نابود شه. خب منم از کجا طرفدار علوم انسانی شده بودم؟ از اینکه یه معلم یه روزی سر کلاس تو چشای من نگاه کرد وقتی کنفرانس می‌دادم، گفت بچه تو چقدر استعداد علوم اجتماعی داری. اسمشون چی بود؟ یادم نیست اسمش. خب ولی به من گفتش که تو چقدر استعداد علوم اجتماعی داری. خب این معلم من تکون داد. سوادم خیلی نداشت، فکر کنم علوم اجتماعی خیلی خوب بلده. خب ولی من تکون داد. تجربی ول کردم رفتم اصلا. خب اما اونجا لحظه ای بود که من بچه معلمی که بابام پول نمیداد، همچین پولی هم نداشتم، بعضی روزا هیچ وقت سرویس مدرسه نداشتم، با پیاده مدرسه میرفتم، من رتبه 20 کنکور آوردم. پس ممکن بود. پس اینه که اصلا یه جوری تو اسم کنکور که میاد دکتر مجید حسینی یه جوری بدنش به لرزه میفته. به خاطر که آزاد بود. نه به خاطر اینکه خاطر من تنها راه کنه قضیه بودی. ببین به خاطر که من بچه معلم تنها راه تکان خوردنم از این طبقه به طبقه استاد دانشگاهی همین کنکور بود. من هیچ راه دیگه ارتقا نداشتم. بابام وقتی مرد کلی قرض رو دست ما گذاشت. پس من هیچ راهی نداشتم برای ارتقا جز کنکور. وقتی رتبه 20 کنکور شدم عضو بنیاد ملی نخبگان شدم. بهم وام دادم برم خونه بخرم. میفهمی؟ یعنی من هیچ راهی به این بالا نداشتم جز آموزش. و چرا انقدر به این آموزش گیر دادم؟ چون تنها راه اون بچه‌های اون پایینه برای اینکه خودشونو بکنن. اینو بستیم. یک جور ادای دینی داری، درسته؟ اصلا من میبینم منم این بچه که حالا این پایین مونده، من میتونستم اون نمیتونه. من میتونستم بیام بالا، اون نمیتونه. من این رتبه 20 کنکور نیاورده بودم، خب بنیاد ملی نخبگان نبودم. اگه بنیاد ملی نخبگان نبودم استخدام دانشگاه تهران نمیشدم، استاد نمیشدم. ببین همه به هم وصله، همش به هم وصله. یعنی شما از بنیاد ملی نخبگان استاد دانشگاه شدید؟ قانون بود دیگه که آقا وقتی میخوان هیئت علمی بگیرید اول از اعضای بنیاد ملی نخبگان. این هیئت علمی گفتیم، من توی این سری کامنتایی که توی ماشاءالله برای شما میزنن پاکم نمیکنید، چیزا رو میبینید دیگه، اونا که بوغم داره رو میبینید و میفهمم میخونید. آره اول که نمیدونم یه حس عجیب غریبی که آدم فوشخورش قنات خوب باشه و اینجوری بخنده ببینید بیننده کن. و اینکه یکی نوشته بود، نمیدونم کدوم پست شما بود، که مثلا آقای دکتر حسینی خطابم کرده شما رو با علامت تعجب اینا، شما که مقاله مرتبط ندارید چطور رئیس هیئت علمی دانشگاه هستید شما؟ نه عضو هیئت استادیاری بیش نیست. گفتم با یک مقاله مثلا مرتبط چطور الان مثلا حالا عضو اون هیئت علمی هستید یا رئیس هیئت علمی؟ علوم سیاسی
بله سیاسی خب. عضو هیئت. اینو توضیح میدید؟ الان که گفتید عملیات تو ذهنم در هیئت علمی اون موقعی که ما عضو شدیم یه سلسله رنجا و قوانین داشت، من جمله این که عضو بنیاد ملی نخبگان باشی، من جمله این که کتاب داشته باشی، فرض کن 2 تا کتاب داشته باشی، فلان داشته باشی. اونا رو من پاس می‌کردم، خیلی ساده پاس می‌کردم. من رتبه 20 کنکور بودم، تو ارشد رتبه 15، تو دکتری رتبه 2. این رتبه‌ها و اون کتابه و اینا بالاخره چیز اونتا یه چیزی رو بهت بگم. خود این بنیاد ملی نخبگان رانته. یعنی منم از رانت استفاده کردم. منم رانتیم. چرا؟ چون قرار بود که 2.5 میلیون بچه درس بخونن، معلوم نبود که من عضو بنیاد ملی نخبگان باشم. 2.5 میلیون بچه کلا درس نخوندن تو ایران. همین مثلا 160,000 نفر مدرسه نرفتن. خود بنیاد ملی نخبگان و این قانونی که یه عده رو جدا کنی بگی اینا برترن در شرایطی که شرایط نابرابری این پایین هست، رانته. این که خیلی نکته جالب بود که شما اعتراف کردید و گفتید که منم توی شرایط رانتی بالا اومدم. دروغ میگه هر کی میگه که نیومدم. من فقط یک فرقی میکنم، میگم آقا من با همین رانت بنیاد ملی بالا اومدم، ولی میگم آقا جون این شرایط رانتی بده، بیایم عوضش کنیم. اون یکی میگه نه حقم بود من عضو بنیاد ملی شدم. نه اصلا کی گفته حقم بود؟ چون مگه برابر بودیم که حق بود؟ مگه اون بچه‌ها مدرسه داشتن که حقت نبود؟ چون برابری نبود. چون ما از یک نقطه مسابقه رو آغاز نکرده بودیم. من اگه مشهد نبودم، من اگه توی سیستان بلوچستان بودم، تو شیرآباد بودم، میتونستم رتبه 20 کنکور رو بیارم که بعد عضو بنیاد ملی بشم. بعد این کار خوبی برابر نبود. لحظه‌ای من میتونم به عضویت بنیاد ملی نخبگانم افتخار کنم که همه از یک نقطه مسابقه رو آغاز کرده باشیم. همه از یک نقطه، با یک جور مدرسه، با یک کیفیت خوب. نه اینکه من از یک نقطه جلوتر آغاز کنم، بقیه از عقب‌تر شروع کنم، بعد من میگم برنده شدم، من بیرات بود. نه، از این رانته. این رانته. خب هر کی میگه من بالا اومدم در شرایطی که رانتیه، بالا اومدم ولی رانت نخوردم، دروغ میگه. خیلی جالبه. من اون بچه معلمم ولی اگه این رانت نبود اینجا نبودم الان. یعنی از رانت سیاسی هم استفاده کنیم در موقعیت مدیریتی که داشتیم. ولی مدیر عامل مؤسسه همشهری بودن خیلی سخته. مدیر باغ کتاب هم باشی خیلی سخته. وقتی تو نفر اول کنکور باشی، وقتی فعالیت اجتماعی داشته باشی، وقتی تو دانشگاه تهران کار کنی، وقتی که رئیس تشکل بزرگ باشی تو دانشگاه تهران، یک شرایطی فراهم میشه که به لحاظ سیاسی هم تو رابطه پیدا می‌کنی. یعنی میان انتخابت میکنن. معلومه. خب ببین من توی و شما انتخاب شدید. ببین من توی سن 23-24 سالگی خب یه تشکل رو انداخته بودم دانشگاه تهران. فعال بودم دیگه تشکل. و این تشکل فرض کن 1000 تا عضو داشت. خب ببین بچه زرنگ بودم، 1000 تا عضوم داشتم اینجا. خب یادمه هم آقای احمدی نژاد به من وقت داد ببینمش، هم آقای لاریجانی وقت داد من ببینمش، هم قالیباف به من وقت داد آقای قالیباف وقت داد ببینمش، هم هر چی مسئول تو کشور بود به من وقت میداد که ببینمش. نامه می‌نوشتم که آقا به من وقت میده. خب مگه به بقیه میداد؟ به اون بچه که تو دانشگاه آزاد بود، ابرقور، نمرش هم خوب نبود که وقت نمیداد. به من وقت میداد چون تشکل داشتم. چون 1000 تا آدم همراه من بود. چون به واسطه موقعیت اجتماعیتون شما رو می‌دیدن، دیده می‌شد. این رانتی بود دیگه. ایرانتی بود. یعنی این موقعیت سیاسی مستقیما رانت نبود. خب تو هم اگه یک مسئول سیاسی بودی همه بچه رو انتخاب می‌کردی برای که باش کار کنی. ولی مسئله بود که این چجوری ساخته شده بود. من تو موقعیت سیاسی به صورت طبیعی انتخاب می‌شدم. تو هم اگه دانشگاه تهران یک تشکل 1000 نفری داشتی، مسئولین رات میدادن. همونجوری که بچه‌های دفتر تحکیم رو راه میدادن، همونجوری که بچه‌های بسیج رو راه میدادن، همه اینا رو راه میدادن دیگه. این دریچه شد که برید در تیم مدیریتی آقای قالیباف و تیم و با همه اینا کار کردم. خب یعنی من با آقای لاریجانی هم کمکم کرد، آقای احمدی نژاد هم کمک کرد. من یادمه آقای احمدی نژاد خیلی کمک کرد. خب ولی مسئله این بود که اون باید به من کمک میکرد، چون تو این دانشگاه تهران کلا 3 تا آدم این شکلی پیدا میشد. ولی سوال این بود که آیا این برابر تولید شده بود؟ آیا فقط مجید حسینی بود که میتونست همچین جایی باشه؟ بچه دیگه استعداد نداشت که نفر اول علوم سیاسی دانشگاه تهران بشه؟ خب من نفر اول شده بودم. گل درشت دانشجوی علوم سیاسی مجید حسینی بود. آدم فعالشون این بود دیگه.
خب اینو انتخاب میکردن. این ظاهرا رانت نیست، ظاهرا رانت نیست. خب پس این نشون میده که شما یک پیشینه پیشفرض حضور در مدیریت کلان و بحث حضور در مجلس سیاسی هم داشته باشید. من به دانشجوها بگم من روزانه 4 ساعت درس می‌خوندم، 8 ساعت کار می‌کردم. از اون کارام پول در به شما میگم پول در نمی‌آوردم. 8 ساعت کار می‌کردم که عملیات اجتماعی بود. خب رفقای دیگه هم چیکار می‌کردن؟ میگفتن آقا بریم یه کاری کنیم پول دریم، دوره دانشجویی. بریم به پول. من پول در نمی‌آوردم. من همیشه گشنه بودم. اونا یه پولکی در می‌آوردن. خب ولی در آینده من مدیر شدم، اونا هیچی نشدن. واقعیتی بود فیلم هندی شد یه ذره ها. آره واقعا اینجوری. واقعیتی بود که اون 8 ساعته که من داشتم کار می‌کردم داشت این زمینه رو می‌ساخت که حالا این آدما منو ببینن و من وقت بدم باشون حرف بزنم. و آقای قالباف بیشتر به شما وقت داد. همشون دادن. بیشتر آقای نژاد یادم اینو بهم گفت. از این مال خیلی قبله. به نظرم 18 سال قبل. که آقای نژاد شهردار بود 83. چند سال؟ 15 سال. به من 14 سال شد. آقای احمدی به من گفتش که شاید الان خودش یادش نباشه. به من گفتش که تو بچه تحلیلگری هستی. این تشکل‌ها اجراییه. خب تو اگه تحلیل کنی اینا اجرا کنن خیلی خوب میشه. اینا از من یک تحلیل استراتژیک داشت. حالا بچه بودم دیگه مثلا فرض کن هنوز درس نخونده بودم. خب بعد یعنی ببین اینا همه میدیدن که آقا جون ما باید این بچه وقت بدیم. این ظاهرا رانت نبود دیگه، تو هم بودی همین انتخاب میکردی. خب ولی یه باطنی داشت. رسیدن من به همین موقعیت برای همه فراهم نبود. درسته من تلاش میکردم روزی 8 ساعت، ولی ببین با این تلاشه خیلی ها این تلاشو میکنن و نمیرسن. فقط من نبودم که این تلاشو میکردم. من تلاش میکردم، روزی 8 ساعت کار میکردم، روزی 4 ساعت درس میخوندم. بقیه بچه‌ها مشغول کارهای دیگه‌ای بودن. رفیقام ها من هیچ وقت تو خوابگاه نمیدیدم، من همش داشتم کار میکردم. خب بچه‌ها داشتن اونجا سیگار و چای میکشیدن و علف میکشیدن. رفیقام خب آقا الان ناراحت نشن رفیقاتون خب نمیکشیدن دیگه چیکار کنم؟ خب ولی واقعیت این بود که یه عده‌ای هم بودن که مثل من تلاش میکردن ولی به جایی نمیرسیدن. خب اسمش رانته. همین می‌خواستم بگم چون رانت نداشتن. آره چون اونا تو سیستان بودن، اونا تو بلوچستان بودن، اونا تو بوی رحمت بودن، اونا تو خراسان شهر، اونا کردستان بودن، پاوه بودن، مریوان بودن. پس این الان قبول دارین که ما زمان خودمون که بابام میزد تو سر اون پسر دختر درس بخون فردا روز یه کسی بشه برای خود تو جامعه، دکتر شی، مهندس بشی، ببین فلانی بچه فلانی چه آدم شد، ببین به کجا رسید. پس الان چون الان ما داریم دکتر بیکاره، مهندسش هست بیکاره، اون کسی که مدارج علمی رو خب نه این تصور غلط مغز بابایه بود. و بگیم که الان رانت شده پل موفقیت. میگفت با مزدگیش این بود. بابایه میگفت بچه درس بخون مثل من کار نکنی. خودش کارگر بود، کارو بد میدونست. آره این خیلی شنیدم. بچه برو درس بخون مثل من نشی، کار نکنی. بابا افتخار به کاره. تو کار میکنی، جامعه باید بهت احترام بذاره. جامعه‌ای که به کارگر احترام نمیذاره، به کسی که کار میکنه احترام نمیذاره، جامعه نیست. جامعه که به پولدار احترام میذاره و به کارگر احترام نمیذاره، این جامعه نیست که این جامعه میپاشه. دکتر درآمد الان شما کجاست؟ دانشگاه فقط. یه درآمدهای حاشیه‌ای دیگه هم دارم دیگه. حالا مثلا کلاس دارین، آموزشگاه دارین یا مثلا نه مثلا از این کارا توی کارهای دیگه مثلا نه از این کارا راضیین؟ آره. به دنبال موقعیت سیاسی دیگه هستین، تجربه دیگه یا نه؟ من به دنبال هدفم. هدفتون شاید هر مسیری مسیرش به خیابون میدون بهارستان باشه، خانه هر ملت، هر مسیری داشته باشه میرم. خب ببین مسئله این است که من میگویم چون پرسشی که خیلی از شما سوال کردن. میگم آقا جون فی فور سرویس قانون پرکیس باید برداشته بشه. پزشک نباید از معرض مردم پول در بیاره. مسئله من اینه. خب و الان چی فکر میکنم؟ الان فکر میکنم مهمترین مسئله آداب‌سازی. اینو من بگم ببخشید ببین من درست متوجه شدم، یعنی پزشکا دوستن مردم مریض شن. دوست ندارن، اصلا سازمان درآمدیشون اینه. اگه مردم مریض نشن که خب کسب و کاری ندارن. آره دیگه.
همینه دیگه. خب سازمان پزشکی ماست دیگه. ما داشتیم داروخانه که با یک برند مثلا کرم یا مثلا یک نه مگه همه جا اینجوریه؟ چیز قرارداد داشتن یا مثلا زیر حالا یه چیزایی که تو نسخه فقط همونو بنویسن. همه جا مگه اینجوریه؟ نمیدونم. تو دنیا که اینجوری نیست. ما اینجوری تنظیم کردیم که پزشک از مرز. من میگم هدف من اینه که این سیستم نباشه. خب اگه مسیرش هر جایی هست، خب الان احساس میکنم مسیرش اجرا و دولت و اینا نیست. چرا؟ چون سر سیاستایی هست، همین سیاستی که این قوانین تقویت میکنه که من اگه برم تو سیاست کار کنم مثل گذشته بیشتر به تعمیق اون نابرابری ها کمک میکنه. مدیر خوب الان مدیری که خوب خودسازی میکنه، خب من میگم اون ظالمه، اون ظلم میکنه. مدیر خوب ظالمتر از مدیر بده الان. یعنی بد باشی که بد باشی کمتر ظلم میکنه. ناکارآمد آخه من تو سیستان بلوچستان یک کسی کلا تو مسیر تهران مشهد سیستان بلوچستان شما نه مثال یه استان دیگه یه همجواری نه آخه دارم بر اساس تبعیض جغرافیایی یعنی دورترین نقطه به سرمایه رو مثال میزنم. یعنی سیستان بلوچستان الان دورترین نقطه به وضعیت ماست. این بچه سیستان بلوچستان بچه چیز داره، بچه نمادین داره. من کاری به استانش ندارم، من همه استانا رو چقدر بد ولی بچه نمادین داره. چقدر حیف. بیشترین حجم زنان سرپرست خانوار مال سیستانه. متاسفیم واقعا. یعنی چرا؟ چون دورترین نقطه به مرکز سرمایه که تهران. دلیلش این. هرچی از این منطق دورتر بشی بدبخت‌تر میشی. کمتر میصرفه که برات سرمایه گذاری کنن. یک دانشجوی گفتش که دکتر همه مشکل این است که مسئولین ما ناکارآمد هستن. اگه مسئولین ما کارآمد بودن فی‌الواقع همه چی حل می‌شد. تیتر گفت به شما. آره من بهش گفتم اتفاقا برو خدا رو شکر کن اینا کارآمد نیستن. برو خدا رو شکر کن اینا بی‌عرضن. اگه این سیاست‌ها رو با عرضه اجرا کنن که این سقف رو سرت نیست الان. همین که این سقف رو سرت هست مال اینه که اینا بی‌عرضن. اگه عرضه داشتن این سقف رو هم خراب کردن رو سرت. چون سیاست‌های خصوصی تو رو بدبخت میکنه. خوبه این مدیر ناکارآمده. خوبه خیلی عرضه نداره. مدیر خوبه همه چیز یه کار میکنه تو بابت نفس کشیدن هم پول بدی. آخه ببین مسئله چیه؟ مسئله این است که لیبرالیسم میخواهد هرچی امر عمومی در این جامعه وجود دارد خصوصی کند. اون پزشک متخصص برگشت به من گفتش که تو خیابانی هستی. آره کمپین من خیابانی هم شما. من گفتم چه حرف خوبی زدی. این پزشکی از اون موزه برج آجی و ایناش با من حرف میزد بالا. خیلی احساس میگم ما خیلی بالاییم تو خیلی پایینی. دوبلتون هم خوبه آقای دکتر. صداتون هم با گام صداتون بازی میکنید جدی میگم. تستی بگیر مدیر دوبلاژ حالیم خراب شد میام دوبل. خب چیز ببین اون به من گفت تو خیابانی هستی. اتفاقا موقعیت منو خوب درک کرد. از اون بالا که داشت نگاه میکرد. چون خیابون تنها جایی که خصوصی نشده. میشه تو خیابون قدم زد پول نداد. فقط همین. بخی جا پول بده دیگه، مال بری و پول بدی. ها؟ تفریح بری و پول بدی، شمال بری و پول بدی. دریا بری و پول بدی. ببخشید دور از بمیری هم باید پول بدی. بمیری که خیلی گرونه. خیلی گرونه. بمیری که اصلا فکرش نکن. خب اون خیلی گرونه. خب ببین تنها جایی که خودت پول نمیدی دیگه دور از طبقاتی که داشت با من صحبت میکرد، از اون بالا داشت اونجور مغرور نگاه میکرد به من. ها؟ راست میگفت. من در نقطه ای ایستاده بودم که تنها جایی بود که خصوصی نبود، یعنی مال اون نبود. صاحبش اون آدم سرمایه‌دار نبود. صاحبش مردم بود. خیابان. ما یک لحظه نیاز داریم که چی؟ اون خیابان رو احیا کنیم. خیابان به چه معنا؟ جایی که مال عمومه، خصوصی نیست. جایی که مال همه است. تو میتونی استفاده کنی، من میتونم، اون میتونه، همه میتونیم. تنها جایی که همامیزی وجود داره، دانشگاه آزاد مال همه نیست. دانشگاه آزاد مال کسی که پول داره بده به دانشگاه. مال همه نیست. مدرسه غیر انتفاعی مال همه نیست. مال کسی که پول داره. بیمارستان خصوصی مال همه نیست. مال کسی که پول داره. پزشک متخصص مال همه نیست. مال کسی که 80,000 تومان پول ویزیت داره. ببین ما مجبوریم که برگردیم به خیابان. یعنی جایی که مال همه است. حتی اتوبان مال همه نیست. تو پول بدی وقتی بخوای اتوبان چیز خوب بری. اولش پول بدی.
ما میخوایم این جامعه جای نفس کشیدن پیدا کنه، یک جایی که مال جامعه باشه، خصوصی نباشه، مال کسی نباشه، مال همه باشه. این جامعه سهم داره از وضعیت، نمیشه همه چیزو ازش بگیریم. یک جاهایی باید وجود داشته باشه، فضاهای بزرگی وجود داشته باشه که جامعه توش نفس بکشه، خودشو پیدا کنه، همه کنار هم باشیم. من که رفتم دانشگاه تهران، تو خوابگاه ما 7 آدم بود که یکی لور بود، یکی کرد بود، یکی دارکومل میخوند، یکی مشروب میخورد. ما همه چفت هم بودیم، ما با هم همامیزی داشتیم. الان که میری دانشگاه آزاد، یک عده آدمن که همه یک جنسن، یک شکلن، یک وضعیت، همه یک وضعیت. خب یعنی حق کنار هم بودن رو بگیریم از مردم. حق این که یه لور بشینه چفته یه کرد، چفته یه مشهدی، یه حزب اللهی بشینه چفته یک چی بیدین، یه دعا کمیل خون بشینه چفته یک مشروب خور، این حق رو داریم میگیریم. این حق یک جامعه است. و خیابونی بودن یعنی که برگردیم به وضعیتی که حق این جامعه رو بهش بدیم، این آدم میتونن با هم زندگی کنن، یک پلتفرم بالا نسازیم، یک پلتفرم پایین، یک پلتفرم خصوصی که عده خاص توش زندگی کنن، بقیه همه خیابون هم جای زندگیشون نباشه. نمیشه. من یک خیابانی هم، یعنی این من از این اصطلاح مردمی خیلی خوشم نمیاد، چون که این معلوم نیست رفرنس میده به کی. مردمی از نظر من یعنی اون کسی که طرفدار پابلیکه، طرفدار جامعه است، طرفدار جمعه. خب مردم به معنای تک تک ماها بی ارزشه. میدونی که من خودم اون خودش، این منظورم از مردم نیست. مردم یعنی اونایی که برای این جامعه احترام قائلن، تعهد دارن به این وضعیتی که این بهتر بشه، کل بهتر بشه. مردم اونا. بعضی وقتا میگیم مردمی یعنی یه نونی برسونیم به تک تک آدم. منظورم این نیست. منظورم که محیط رو برای همه باز، امر جمعی رو به رسمیت بشناسیم. رستگاری امر فردی نیست، امر جمعی. اگر آقای روحانی همین الان مصاحبه رو ببینه، بشنوه، دوربین ما اینه الان، بشنوه و بخواد همون چیزی که شما گفتید، 3 تا گل درشت یک حوزه تخصصی نخبه پرور رو بگه بیاد برای کار، شما ازشون میخواید که کجا از شما استفاده کنن؟ من واقعا نمیخوام آقای روحانی اینجا از من استفاده کنه، چون سیاستایی که داره ضد منه، اصلا نمیخوام. خب یعنی او داره خلاف آرمان‌های من عمل میکنه. خب او داره شستارم خصوصی میکنه، او داره مدرسه رو خصوصی میکنه، او داره هر چیزی که مال عموم هست خصوصی میکنه. من اصلا نمیخوام آقای روحانی با من کار کنه. خب این جالبه، بسیار خوب. و اینکه شما اگر میخواستید یک سمت مدیریتی جدید بگیرید، به خودتون چه پیشنهادی میدادید؟ کجا باشید مثمر من راستش بیشتر از اینکه دوست دارم مدیر باشم، دوست دارم صدای مردم باشم. لحظه‌ای که بتوانم اون صداها رو تبدیل به یک اتفاق بکنم. خب ممکنه این وقتی مدیریت نداشته باشه، ولی حتما یک جای مدیریتی در کشور هست که بسیار مهمه. اون جایی که پولو جمع میکنه و اون جایی که پولو توزیع میکنه. اون کسی که مالیات میگیره که نمیگیره. اون کسی که توزیع میکنه که سازمان برنامه است. خب اون کسی که این پشت میشورش که بانک. خب یعنی اینجا یه جمع کن داریم، جمع نمیکنه. یه بانک داریم که بشورش نمیشوره. میدونی؟ یه سازمان برنامه داریم که توزیعش کنه، درست توزیعش نمیکنه. هر ستاش محلهای اصلی بدبختی ماست. خب اصلا اینا دروغ میگن که آقا نمیدونم فرض کن ببین این وزارت بهداشت مهمه، این حرفا چیه؟ آقا یه چیز داریم، یه جامعه داریم که اینجا کسی از پولداراش مالیات نمیگیره، سهم و پایینی‌ها نمیگیره. 2 یه بانکایی که این پول اندکی که از اون رو از نفت میاد خرابش میکنن، تبدیل به ریال استیت و مسکن و بخور بخورش میکنن این بانک‌ها. یه خرج کن داریم که سازمان برنامه است که به سیستان یه قرون نمیده، همه پولا رو متمرکز میکنه توی مرکز سرمایه. هر ستاش محل اصلی چیه؟ یعنی این پکیج با هم. خب این پکیج با هم محل اصلی بدبختی ماست. یعنی تو اگه مسکنت گرون میشه مال اینکه این ستا خوب کار نمیکنه، اگه غذا گرون میشه مال اینه، اگه مدرسه بچت مدرسه خوبی نیست مال اینه.
همه چی مال این ستاست. این سگانه افسردگی جامعه. آره اینا هستن که جامعه رو دارن دو تیکه میکنن. این سازمان مالیاتی، این بانک، این چی؟ اون سازمان مالیاتی منظورم ورودیه دیگه، حالا نفتم جزش حساب کن. هر چیزی که داره ورودی پول میده به ما. خب و این آخریه که داره نابرابر توزیعش میکنه. یعنی چی؟ یعنی کاری میکنه فاصله پزشک. ببین اگه کنکور دارین تقصیر ایناست. ممکن الان بخندید که چه حرفیه. کنکور چه ربطی به این ستا داره؟ به بانک فلان اینا. اتفاقا خیلی ربط داره. ببین وقتی تو نظام توزیع درآمدت به پزشک معدل 27 میلیون تومان حقوق میدی، به معلم 3 تومن. خب همه میخوان پزشکشن دیگه. خب تو پزشک رو بکن 15 تومن، معلم رو بکن 5 تومن. اصلا کی میخواد پزشک که شب تا صبح تو بیمارستان اتک بزنه؟ ها؟ خب اون پزشک نمیخواد بشه، میخواد آیندهشو بخره. خب کی داره این فاصله درآمدی رو این کار میکنه؟ نظام توزیع درآمد دیگه. اگه این نظام توزیع درآمد درست کنی کنکور هم جمع میشه.